به نام خدا. قسمت بعدی که در خدمت شما هستیم مسئله معاینه بالینی و کلینیکال اوالیویشن مفصلشون هست. همونطور که قبلا هم گفتم خدمتون، مفصلشونه یه مفصل بسیار پیچیده‌ایه که در اصل کارکرد اون قسمتی از قفسه سینه که به عنوان اسکاپولا توراکیک آرتیکولیشنه و سه استخوان بازو، اسکاپولا و آمنتن گلینوید و بعد استخوان کلاویکل و نزدیک 30 عضله که در اطراف مفصلشون وجود دارن رو درگیر میکنه تا یک کارکرد دقیقی داشته باشه. خب همونطور که گفتیم 3 تا مفصل به یک آرتیکولیشن که مفاصلش اکرومیو کلاویکولار، استرنو کلاویکولار، گلنوهومورال جوینت هستن و اسکاپولا آرتیکولیشن، اسکاپولا توراکیک آرتیکولیشن، اینها باید یک کارکرد و حرکت نرمالی داشته باشن تا مفصل بشونه بتونه یک کار درست رو انجام بده. از یه طرف اگر شما در نظر بگیرین که و بدونید که تمام پاتولوژی هایی که اطرافشون است، اکثر این پاتولوژی ها ناشی از ضایعات نسیم نرم هستش و خیلی وقتا شما با روش های ایمیجینگ دقیق مثل MRI، اولتراسوند و بقیه روش ها نمیتونید پاتولوژی رو پیدا کنید. اون وقت اهمیت معاینه بالینی و اوالیویشن بالینیشونه خیلی نمایان میشه و خیلی وقتا در اصل برای تشخیص به عنوان یک بیس خوب معاینه بالینی شماست که کمک میکنه به شما که تشخیص دقیق رو در مورد بیمار بدید. خب اول از همه همیشه توی معاینه بالینی شما از مریض شکایت اصلیش میپرسید که شکایت اصلی شما چی هستش، به عنوان چیف کامپلین که مریض میاد پیش شما و میگه این مشکل رو من دارم. اگه بخوایم به این طریق اپروچ کنیم، شایع‌ترین شکایتی که معمولا مریض ها توی کلینیک هایشون باش مراجعه میکنن خود درد هستش. درد چه چیزایی رو وقتی مریضی میاد میگه من درد دارم، چه چیزایی باید به ذهن بیاد تشخیص؟ در رأسش ایمپینجمنت، پارگی های روتاتور کاف، شانه یخزده است. علاوه بر اون ساب آکرومیال ابریژن ها مثل استوآرتریت ناحیه، آرچ روماتوئید یا AVN سر استخوان بازو، کافتیر آرتروپاتی و بایسپس تندینایتیس رو هم باید در نظر داشت. بعضی وقتا مریضا میان مشکلشون چیف کامپلین اصلیشون لاس آف موشن یا محدودیت حرکت اصلا. به شما میگن که ما تو شنمون لحاظ حرکتی مشکل داریم. تشخیصایی که به ذهن میرسه که شاید شایع‌ترین اول فروزن شولدره، استیف شولدره که یا پست تروماتیک یا پست سرجیکال، خود روتاتور کاف تیرها و ایمپینجمنت ها میتونه محدودیت حرکتی بده که این یکی دیگه از چیزاشه. گاهی وقتا مریض ها میان مشکل این دارن که ما توی شونمون احساس ناپایداری داریم یا در رفتگی داریم یا در نیمه در رفتگی و احساس ناپایداری شکایت اصلی بیماره که این میتونه ناشی زاید تروماتیک باشه یا گاهی وقتا ای تروماتیک هستش، مریض سابقه ای را از نمیده. بعضی وقتا مریض میاد و با شکایتی میاد که قدرت دستش کم شده و اون قدرتی که قبلا توی دستش بود الان نداره که در رأسش روتاتور کاف تیرها هستن. گاهی وقتا اووریوز سیندروم ها میتونه باعث ضعف بشه تویشونه، ضایعات نورولوژیک میتونه این کارو بکنه. بعضی وقتا مریض میاد میگه که اون اسموتنسی که قبلا داشتم تو حرکاتشون هم الان ندارم، احساس میکنم اون نرمی حرکات قبلی رو نداشته که توی اینجور مواقع چیزایی که مهمه مسئله پرابلم توی ساب آکرومیال هستش که اکثرا ساب آکرومیال ابریژن یکی از تشخیصایی که باید به ذهن بیاد. استوآرتریت مفصلشون تشخیص بعدیه. آرچ روماتوئید میتونه این کارو کنه، ناشی از ساینووایتیس هایی که تو جدید میکنه، ای واسکولار نکروزیس، کافتیر آرتروپاتی این کارو میکنه. اگر بخوایم این مریضی که میاد توی کلینیک رافلی علاوه سن یه تشخیص براش بذاریم، اکثر مریضایی که زیر 30 سال اگر اومدن پیش کلینیک بیشتر اینها مشکلات ناپایداری و مشکلات لبرال تیر و بعضی از اینها مشکلات اسکاپولا توراکیک آرتیکولیشن دارن که اوالیویشن ما بیشتر باید این جنبه ها رو بپوشونه در وهله اول و بعد بقیه پاتولوژی های دیگر رو رولات کنه. و اگر بالای 40 سال میاد بیشترین چیزی که ازش روتاتور کاف پاتولوژیه.
بین 30 تا 40 بسته به شکایتی که مریض داره هر دوی این تشخیص ها میتونه برای مریض مطرح باشه. خب یکیش درده. درد گاهی وقتا به صورت مزمن هست و به اصطلاح تدریجی که بیشتر چیزی که مطرح هستش در مورد اینها مشکلات روتاتور کاف هستش. اگر مریض با یه درد حاد بیاد اکیوت، سه تشخیص مطرحه که کلسیم دپوزیت هاست، کلسیم تندینایتیس هاست که معمولا توی میدل ایج میبینید شما، اکیوت روتاتور کاف تیر هستش و اینفکشن. اینها در مواقعی که بیمار با درد حاد مراجعه میکنه باید به عنوان تشخیص افتراقی مطرح باشه. لحاظ لوکیشن محل درد، اوایل شاید مریض بتونه سورس درد به اصطلاح محل دردش خیلی راحت‌تر بتونه به شما بگه، ولی به مرور زمان که میگذره لوکالیزیشن اون برای بیمار یکم مشکل میشه و برای همین که زمانی که کرونیک میشه گاهی وقتا تشخیص بیماری یکم مشکل میشه، افتراق اون از بقیه چیزا. بیشترین جایی که معمولا مریض درد رو میان و میگن ازش درد دارن، یکی در قسمت قدام و انتریور باکرومیونه، یکیش روی مفصل ایسی جوینته و یکی هم جایی است که روی اینسرشن نزول دلتوئید هستش. نایت پین چیزی هستش که معمولا بعضی وقتا به شما مریضا میان پیش شما میگن که ما در روز مشکل نداریم اما در خواب این درد اجازه نمیده که ما شبها بخوابیم و نایت پین دارن که اینها عمدتاً مریضایی هستن که یک روتاتور کاف پاتولوژی دارن. خب حالا شما در نظر بگیرین این تابلوی نسبتاً پیچیده رو اگر بین در نظر بگیرین که خیلی از دردهای بیماری‌های جاهای دیگه میتونه به مفصل شونه انتشار پیدا کنه و مفصل شونه جایی باشه برای دردهای انتشاری بیماری‌های دیگه، می‌بینید که این تابلو پیچیده‌تر میشه. گاهی وقتا ما برای درد شونه منشأ دردهامون اکسترنسیک سورس هست، یعنی مشکل مریض درد شونه داره ولی مشکل داخل مفصل شونه نیست. اینا چیا هستن؟ یکیش خود دست هستش، کارپال تانل سیندروم میتونه گاهی وقتا دردهای شونه بده. گردن، رادیکولار سیمپتوم‌ها و رادیکولوپاتی های گردنی، خود چست، مشکلات قلبی خیلی وقت هست که اکثر مریضا وقتی میان پیش شما میبینی مشکل شونه داره، عکس چست داره، کیجی داره و عکس گردن ولی شونهش مشکل نداره، یا بالعکس این که باشه. خود شکم، مشکلات تحریک‌های دیافراگم میتونه کنه، بیماری‌های کیسه صفرا، خود پنتریتینگ آلسر ها میتونه این کارو بکنه، پانکوستومور و توراسیک آوتلت سیندروم، اینها میتونه دردهای انتشاری به مفصل شونه بده. در مقابلش اونهایی که پرایمری شولدر دیزوردر هستن که روتاتور کاف دیزوردره که در رأسش هست و بیشترین شکایتی که دست توی کلینیک‌های ارتوپدی میاد مشکلات روتاتور کاف هستش، از یه تندینایتیس هستش تا یه فول تکنیک استیر، ناپایداری، آرثرایتیس و یه سری تشخیص‌های دیگه. خب چه باید کرد؟ مریضی که میاد با درد شونه، یعنی هم علل اینترنسیک هم علل اکسترنسیک رو برای شما میخواین رولات کنید، چطوری بتونید تشخیص بدین که این مریض درد اکسترنسیکه یا درد واقعا در داخل مفصل شونه‌شه؟ اولین چیز اینه که توی مفصل شونه وقتی مشکل پرایمری شما، مشکل اولیتون توی خود مفصل شونه است، وقتی مریض مفصلش رو حرکت میده، حرکت مفصل شونه دردناکه. دست که مریضی که گال بلادر دیزیز داره، کاردیاک پرابلم داره، مشکل گردنی داره، مشکل جای دیگه داره، هیچ وقتی با حرکت گردن با حرکت شونه درد ایجاد نمیشه، درد تشدید نمیشه. اگر مشکل در داخل شونه است با حرکت کلا مفصل شونه درد بیمار تشدید میشه یا درد بیمار اصلا ایجاد میشه. همونطور که گفتم این برای اکسترنسیک سورس ها معمولا صدق نمیکنه. یکی دیگه مسئله جایی که مریض درد داره. مریضی که میاد و میگه در قسمت میدیال اسکاپولا توی این ناحیه درد دارم و دستشو اینجا میذاره، عمدتاً به مسائل گردنی فکر کنید و مسائل دیگه. ولی مریضی که میاد و دستش روی مفصل شونش میذاره و به عنوان سورس اصلی درد میگه، اینها عمدتاً مریضایی هستن که مشکل و پاتولوژی اول توی مفصل گلنومورال هستش. خب از یه طرف
ببینیم وقتی شما میخواین دقیقاً به مشکلات مریض گوش میکنین، این یک کلو خیلی خوبیه برای تشخیص مشکلاتی که بیمار داره. بعضی مریضا میان به عنوان مشکلشون به عنوان اینستابیلیتی، ممکنه به صورت دیسلوکیشن بیاد، سابلاکسیشن بیاد یا اپرهنشن.